Alright, I don't know, but for some reason I keep messing up such type of questions about chapter 10. خب این واسه تو پارسا، اگر کس دیگه داره گوش میده well you can laugh، ولی انقدر کسخل نباش مردک. نگاه پرسیده که which mechanism does benzene most readily undergo. خب اسکل میدونی که substitution میره، ولی نه فری رادیکال از کجا آوردی؟ نگاه این الکتروفیلیکو خب بکن تو کونت، شاید به مقصد برسه. نگاه دلیلش اینه که خب بنزین تو درس فهمیدیم، حالا من کسخولم که نمیتونم بنزین بکشم، ریدم تو کلت. حالا بگو بنزین خب دیلوکالایز الکترونز داره، درسته؟ وقتی این دیلوکالایز الکترونز داره، این الکتروفایل اون المنتس های، اون اتمز هایی که الکتروفایلن، مثلا چی بهت بگم، کام کلورین دیگه، کلورین Cl- داره، یه الکترون میخواد. این الکتروفایل. خب الکتروفایل یعنی چی؟ پدوفایل هستش که چیلدرن دوست داره، به جای پدوفایل الکتروفایل این الکترون دوست داره. این میخواد بیاد این الکترون، این خوشمزه، این دیلوکالایز الکترون ها این خوشمزه رو بگیره. ایشون میخواد بیاد بگیره، میاد الکتروفیلیک سابستیوشن انجام میده. بعد اون هیدروژن اسکول هم که میندازه بیرون چون به درد هیچی نمیخوره، و خودش میاد مثل بچه آدم اینجا سابستیوت میکنه به جای هیدروژن. اون هیدروژن هم بدبخت بیخونه میشه، بیخونمان میره واسه خودش کار میکنه. همین دیگه الکتروفیلیک.